القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. را قبلا یک ربط اسمی برای شما بیان کردیم که الله تعالی در سوره بقره به فاتحه به ما نشان داد ایاک نعبد و ایاک نستعین. در بقره ما میگوییم که ولا نعبد ولا نستعین بقره، در سوره آل عمران ولا نعبد ولا نستعین آل عمران، در سوره نساء و نؤدی حقوق النساء و نعطی صدقاتهن نحله، حقوقشان را ما ادا میکنیم. الان در سوره مائده وقتی که بر توحید پایبندیم، اعمال را هم پایبندیم، اللهم انزل علینا مائدة افضالک و کرمک، خدایا سفره را بر ما نازل کن، سفره رحمت، سفره فضل. مائده معنیش هست سفره، چون در این سوره خواسته مسیحیان و عیسی علیه السلام میاد که از خدا خواستن اللهم انزل علینا مائدة من السماء، خدایا از آسمان سفره بفرست برای ما. اونها یکی از معجزاتی که از عیسی میخواستن همین که سفره برایشون از آسمان بیاید. خب پس اون بحث اینجاست. به این خاطر این سوره تسمیت الکل به اسم الجز، کل سوره را به نام سفره و مائده یاد نامگذاری کردم. اما ربط معنوی، این ربط اسمی بود. ربط معنوی ببینید در سوره بقره مضامین زیادی بود، توحید، رسالت، جهاد، انفاق، امور انتظامیه، همچنین رد شرک اعتقادی بود اونجا و شرک فی التصرف. و در آل عمران هم رد شرک اعتقادی و رد شرک فی الدعا بود. شبهاتی درباره توحید بود که در آل عمران جواب داده، هم درباره توحید هم درباره رسالت. بعد در سوره نساء شما خواندید همش امور انتظامیه بود، 14 تا از احکام رعیت بود، 9 تا از احکام سلطانیه بود که الله تعالی بیان فرمود. حال در سوره مائده و انعام رد شرک فعلی هست. در اونجا سوره ها رد شرک اعتقادی بود، اینجا رد شرک فعلی هست. قبلا خدمت شما عرض کردم شرک فعلی اینه که چیزی را که خدا حلال کرده انسان حرامش قرار بده، یا چیزی که خدا حرام قرار داده انسان حلالش بدوند و حلال قرارش بده. این هست شرک فعلی عملا انسان. پس در این دو سوره هم رد شرک اعتقادی است ولی بیشتر رد شرک فعلی هست. اول سوره خدا می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به عقد وفادار باشید. عقود یعنی عهود، عهد و پیمان. مراد از عهد و پیمان چه عهدی هست؟ ببینید بعضی گفتن این مخصوص اهل کتاب است، یعنی پیمانهایی که شما در تورات و انجیل با خدا داشتید به اون پیمانها پایبند باشید، عمل بکنید. اما بعضی دیگه معتقدن نه، یا ایها الذین آمنوا مطلق مؤمنین است، اهل کتاب مراد نیست. خب مطلق مؤمنین را خدا میگه به پیمانها،
پیمان چیه؟ مراد از عهد چیه؟ بعضی میگه عهد و پیمان هایی که قبل از اسلام شما داشتید، با خود عهد و پیمان بستید، با خدا داشتید، اون عهد و پیمان به حق و مشروع به اون پایبند باشید. مثلا کسی گفته من 100 شتر میکشم، پیمان بسته، بکشه دیگه. این عهد و پیمان قبل از اسلام. بعضی گفتن مراد از عهد و پیمان بیع و شراء و نکاح هست، چون بیع هم یک پیمانی هست، نکاح هم یک پیمانی هست که شما معامله کردی پایبند باش، نکاح کردی پایبند باش، حدود را زیر پا نگذار. و چهارمین قول این است که این درباره عهد و پیمان هایی هست که شما با هم دارید. 2 نفر با هم صلح میکنن، 2 نفر با هم معامله میکنن، 2 نفر با هم قراردادی میبندن. این پیمان ها را شما با هم چی داشته باشید. خب پس نزد محققین یا ایها الذین آمنو مراد اهل کتاب نیست، همه مؤمنین هستند. و بیایم ما این عهد و پیمان را عامتر بکنیم. عهد و پیمانی که انسان با خود میبنده، معامله نکاح تنها مراد نیست. عهد و پیمانی که قبل از اسلام داشتید تنها اون مراد نیست. عهد و پیمانی که با خدا داشتید اونها مراد نیست، بلکه مراد از عهد و پیمان همه پیمان ها هست. چه با خدا داری چه با بندگان خدا داری. همه فرائض، واجبات، حدود حلال و حرام، تمام احکامات اسلام، تمام معاملات، تمام نکاح و عقدهایی که میبندید بر همه پایبند باشید. شامل همه میشه. بله، پس الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای مؤمنان وفا کنید شما به پیمانها. احلت لكم بهیمة الانعام. از اینجا تحریمات شروع میشن، تحریمات غیر الله. ببینید یک چیزی را خدا حرام نکرده، مردم میاند حرامش میکنند. مثلا یک گوسفندی را، یک شتری را به نام بت میکرد، به نام خدا میکرد، به نام اون آستانه میکرد و میگفت دیگه بر این سوار نشیم، از شیرش استفاده نکنیم، از گوشتش استفاده نکنیم. این را بر خود حرام قرار میداد. چیزی که خدا برایت حلال قرار داده تو چرا بر خود حرام قرار میدی؟ این الله میفرماید احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم. حلال قرار داده شده برای شما بهیمة الانعام، 4 پایان، مگر آنچه که بر شما تلاوت میشه. بعضی را خدا ذکر میکنه که اینها حرام هستن، میاد غیر محل الصید و انتم حرم، در حالی که شما حلال ندانید صید را، شکار را، در حالی که در احرام هستی. دیگه از محرمات اینه که وقتی که تو احرامی شکار نکن. ان الله یحکم ما یرید. الله فیصله میکند آنچه که اراده کرده. این جواب حاکمانه است، بعدا جواب حکیمانه هم می آید. و همچنین خدای عزوجل می فرماید آن نظری که شما با خدا بستید اون نظر را هم شما وفا بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ای مؤمنان شما حلال ندانید شعائر الله را. حلال ندانید یعنی بی حرمتی نکنید، حرام بدانید یعنی حرمت اونها را داشته باشید. شعائر الله چی هست؟ یادگارهای الهی مثل کوه صفا، مروه، هدی قربانی که شما به طرف بیت الله میبرید، همه از شعائر الله هستند. الله می فرماید شما اینها را حلال ندانید. ولا الشهر الحرام، و همچنین ماه حرام را در ماه حرام نجنگید. ولا الهدی، و همچنین هدی. هدی چیه؟ اون حیوانی که شما اون را میبرید به طرف
خانه خدا برای خیرات کردن، برای قربانی کردن. المراد منه الهدی ذوات القلائد، مراد اون هدی هست که قلاده به گردنش هست، یعنی او را نشانی کردی برای قربانی. بله، الله می فرماید ولا الهدی ولا القلائد، و نه هدی و نه قلائد. قلائد اون گردنبند را میگند. ولا آمین البیت الحرام، و همچنین کسی که قصد بیت الله الحرام دارد. چه قصدی دارد؟ یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، کسی که دنبال هست فضل خدا و رضای خدا را، او را شما جلوگیری نکنید. حلال ندانستن همینه که جلوگیری بکند انسان. ببینید منظور از قصد کنندگان بیت حرام چی هست؟ بعضی گفتن مراد اون مشرکینی هستند که شما را برای احرام، برای طواف در حدیبیه نگذاشتند. خب شما الان اونها را جلوگیری نکنید، شما مقابله به مثل نکنید. ولی بعدا این آیه منسوخ شده که با مشرکین هر جا هستن بجنگید، اونها را نگذارید که نزدیک مسجد الحرام میان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اما بعضی دیگه میگن نه خیر، مراد از این اون مشرکین نیستند، نیازی نیست ما آیه را منسوخ بدانیم. شیخ رحمه الله همین تفسیر را میپسندد، این قول را ترجیح میده. منظور کی هست؟ منظور اون اقوامی که با مشرکین جلوی پیغمبر خدا را گرفتن، نگذاشتن به طواف بیاید، به بیت الله بیاد. اما بعداً وقتی که صلح شد، قرارداد شد، اینا ایمان آوردند. این اقوام چی کار کردند؟ ایمان آوردند. الان خدا میگه شما جلوشون را نگیرید، به خاطر اینکه یک روز شما را نگذاشتند. نه، شما جلوشون را نگیرید. و همچنین حلال ندانید آمین قصد کنندگان بیت حرام را، یعنی به اونها تعرض نکنید. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، که آنها طالب فضل خدا و رضای خدا هستند. و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه شما از احرام خارج شدید شکار کنید. ببین در حالت احرام خواندیم که ممنوع هست. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، این تأکید است. شما گفتیم جلوی اینها را نگیرید. جلوی کی را؟ جلوی کسانی که قصد میکنن. چرا؟ چون شما با اینها بغض داشتید. بغض باعث نشه که شما بی عدالتی کنید. ولا یجرمنکم، بر نینگیزد، تحریک نکند شما را، شنآن قوم، بغض قومی که ان صدوکم عن المسجد الحرام. چرا بغض دارید؟ این که شما را باز داشتند یک روزی از مسجد حرام. این وادار نکنه شما را ان تعتدوا، این که تعدی کنی شما. و تعاونوا علی البر والتقوى، هم دیگر را کمک کنید بر بر و تقوا، بر نیکی و خدا ترسی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، الله می فرماید هم دیگر را بر گناه و بر تعدی کمک نکنید. واتقوا الله، این نسخه عمل است، از الله بترسید. ان الله شدید العقاب، بدون شک خدای عزوجل سخت عذاب دهنده هست. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به. صدق الله العظیم. در این سوره مبارکه عرض کردیم که رد شرک فعلی هست. برای اینکه شرک فعلی را متوجه بشیم گفتیم 4 عنوان را باید بدانیم. یکی که تحریمات الله یا تحریمات الهی
به اون مسائل گفته می شود که خداوند اونها را حرام قرار داده. دوم تحریمات غیر الله، اونایی که خدا حرام قرار نداده مردم اونها را حرام قرار دادن، مثل بهیره و صاحبه و وسیله و حام. سوم منظورات الله، اونه که انسان نظر میکنه برای خدا. چهارم منظورات لغیر الله، اونه که برای غیر خدا اونها را نظر میکنه. خب از اینها دو تا حرامند، دو تا حلالند. یکی این که تحریمات الله حرامند چون خدا حرام قرار داده، اینجا حرمت علیکم تحریمات الله هستند. و بعض منظورات الله اونه که نظر برای غیر خدا باشد اونم حرامه. و ما اهل لغیر الله به هم در همین آمده. دو تا دیگه حلالن، یکی تحریمات غیر الله ما بر خود حرام بکنیم به خاطر غیر خدا، اون حرام نمیشه، اون حلال است. و دیگه اینکه اون که نظر برای خدا باشد هم حلال است. الله می فرماید حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، حرام قرار داده شده بر شما میته حیوانی که خود بمیرد، و الدم و همچنین خون مسفوح، و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر که نجس است، و ما اهل لغیر الله به، آن حیوانی که ذبح شده یا نامگذاری شده بر آن نام غیر خدا. اهل یعنی نامگذاری شده برای غیر خدا بر آن، چون که مثلا او را نذر کردی برای غیر خدا، نذر کردی برای پیر و فقیر، نذر کردی برای آستانه، خب این چی هست؟ هم حرام هست. این عرض کنم که یکی این هست، یکی دیگه میخوانیم و ما ذبح علی النصب، این که بر جایی که از نماد شرکی هست اونجا برده بشه، کشته بشه، هر دو حرام هستن. والمنخنقة، آن حیوانی که خفه شده، والموقوذة، و اون حیوانی که ضرب خورده، حیوانی دیگه او را زده، یا این که چوبی چیزی زدی ضرب خورده مرد. والمتردیة، و اون حیوانی که از بالای کوه افتاده. والنطیحة، و اون حیوانی که شاخ خورده، شاخ بهش زده. خب همه اینها وقتی که کشته شدند حرامند. و ما اکل السبع، آنی که سبع یعنی درنده ها او را بخورند، اون هم بخشی گذاشتند. الا ما ذکیتم، مگر همونی که درنده داره میخوره، شما رفتید چیکار کردید؟ اون را ذبح کردید. الا ما ذکیتم از والمنخنقه به بعد هست. همه گفتن اونی که خفه شده شما تونستید ذبحش کردید، اونی که از کوه افتاده شما توانستید ذبحش بکنید، اونی که درنده داره میخوره شما توانستید بعد ذبحش کنید، یعنی زنده بود. اینا حلالند. الا ما ذکیتم، اینا چی هستند؟ حلالند. اما ببینی یک وقتی نگیم که و ما اهل لغیر الله، اگر ذبح شد حلال است، نه و ما اهل لغیر الله ذبح بشه هم حرام است. و الا اگر شما بگید و ما اهل لغیر الله، از اونجا پس و لحم الخنزیر را هم اگر ذبح بکنی حلال میشه، لحم خنزیر هم باید حلال بشه، در حالی که اینا نیست. همه مفسرین به اتفاق نوشتن این استثناء از کجا است؟ والاستثناء یرجع الى المنخنقه و ما بعدها. مدارک این الا ما زکیتم استثناء برمیگردد از والمنخنقه به بعد. بعضی از مفسران مثل حضرت علی ابن عباس، قال علی و ابن عباس و الحسن و قتاده و ابراهیم و طاووس و عبید بن عمیر و الضحاک و ابن زید و الجمهور، همه معتقد هو راجع الى المذکورات، ای من قوله والمنخنقه، اون حیوانی که ذبح بکنی و حلال میشه از منخنقه به بعد است. ما اهل را اگر ذبح بکنی هم حلال نمیشه. ببینید یکی دیگه از صورت هایی که ما اهل هست، و ما ذبح علی النصب،
و اون حیوانی که بر نصب ذبح بشه اونم حرامه. مردم در گذشته چیکار میکردند؟ بر بعضی از جاهایی که شرک انجام میگرفت اونجا میبردند حیوانات را میکشتند. مثلا بر مزار سلطان، بر سنگی، بر قبری، بر درختی، بر اینام نمادهای شرک هستند، نمادهایی هستند که مردم اونجا میشینن شرک میکنن. لذا حیوانی را که در اونجا ببری بکشی این هم چی هست؟ این هم حرام است. خیلی هستند، قبلا خدمت شما توضیح دادم، بسیاری هستند که امروز به وسیله شیاطین فریب داده می شوند. مثلا بعضی مردم دنبال گنجند، یه جایی می روند میگن اینجا تو این قبر گنجی هست، اینجا فقط باید طلسمش را بشکنی. میره ملا میاره، ملا با جنات صحبت میکنه، جن میگه تنها راهش اینه که این باید اینجا بیاره یک شتری بکشه بر همین قبر، بیار اینجا گوسفندی بکشه، خون بریزه. خب فریب میدهم بیچاره را که چیکار بکنه؟ حیوانی را بیار بکشه، اینم شرک میشه، اون حیوان هم حرام میشه، اون خزانه هم تا ابد بگیرش نمیاد، دست نمیاد. هر کس که دنبال این چیزا رفته به جای نرسیده. لذا و ما ذبح علی النصب اینه. فرق این با ما اهل لغیر الله چیه؟ ببینیم ما اهل لغیر الله گفتیم ذبیحه نیست، ذبیحه و غیر ذبیحه است. ما اهل لغیر الله عام هست، ما ذبح علی النصب خاص است. ما اهل لغیر الله هر چیزی را که برای غیر خدا نامگذاری بکنی، هر چی که برای غیر الله چی بکنی؟ نامگذاری بکنی. چه گوسفندی باشه، چه شتری باشه، چه نخود و کشمش باشه، چه نمیدونم برنج خورش باشه، چه آش باشه، چه شربت باشه، هر چی بگه این را نظر فلان بزرگ هست، نظر فلان پیر هست، این که نام گذاشتی، چه حیوانه چه غیر حیوان، اون حرام میشه. و ما ذبح فقط شامل چی میشه؟ مذبوحه میشه، اونی که کشته میشه بر چی؟ بر مزارات، بر نمادهای شرکی. نصب میگه نمادهای شرکی را. الله میفرماید اینها حرام هستند. و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، و این که به وسیله تیرها طلب قسمت کنید. ببینید در اون زمان بر ایستگاه های شرک تیر بودن برای قرعه کشی. مثلا بعضی وقتها یک شتری میکشتن، بین 10 نفر تقسیم میکردن، به یکی 20 کیلو میرسید، به یکی 5 کیلو میرسید. خب به وسیله اون تیرها بین اینها قرعه کشی میکرد. میگفتن این زیارت این علم غیب داره، میدونه که به چه کسی زیاد بده، به چه کسی کم بده، چه کسی مستحق بیشتره، چه کسی مستحق کمتره. یا اینکه مثلا جای سفری میخواستن بروند، یا کار مهمی یکی میخواست ازدواج کنه، عروسی بکنه، معامله بکنه، میرفتند اون تیرها را مجاوران میگرفتند و چیکار میکردند؟ از اونها فال میگرفتند، از اونها خط میگرفتند. تیر میانداخت، یک قسمتش نوشته بود افعل، یک قسمتش نوشته بود لا تفعل، این کار بکن، این کار نکن. لذا اینها را مفید میدانستند، اینها را در خیر و شر مؤثر میدانند. خیلی مردم اصلا الان فال میگیرند، اگر اعتقاد داشته باشند که خیر و شر به دست اینهاست. یه پرنده کوچیکی هست، اون چیکار میکنه؟ کاغذی با نوکش بر میداره، اون آموزش دادن، دیگه چیزی نمیدونه. مردم معتقدن که این کاغذ این میدونه. خب این فال اگر با این عقیده باشه این غلط است. این همون میشه که به وسیله تیرها مشرکین میگرفتن. ذالکم فسق، الله میفرماید این فسق است. فسق به معنی درجه کامل، یعنی کفر. درجه کامل فسق یعنی خروج عن الدین، کفر. الله میفرماید اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.
امروز ناامید شدند کسانی که کفر کردند از دین شما. ای مسلمانان فلا تخشوهم، از آنان نترسید، واخشون، از من خدا بترسید. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. الله می فرماید امروز تکمیل کردم برای شما دین شما را، و اتممت علیکم نعمتی، و تمام کردم بر شما نعمت خودم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. عنایت داشته باشید که برادران ما معتقدند که این آیه درباره خلافت سیدنا علی کرم الله وجهه است. بعد از اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع اعلام کرد که من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی که من مولایش باشم علی مولایش باشه، اونجا اعلام شد الیوم اکملت لکم دینکم، من دین شما را تکمیل کردم. اما ببینید این آیه در کجا واقع شده، چه مناسبتی با خلافت دارد؟ الله تعالی اینجا بحث چی را می کند؟ بحث محرمات را و محللات را، اون چیزهایی که برای شما حلالند و اون چیزهایی که برای شما حرامند. حرامند گوشت خنزیر، ما اهل لغیر الله، حیوانی که خودش مرده، حیوانی که خفه شده، حیوانی که ضربه خورده، از کوه افتاده، شاخ خورده، اون حیوانی که درنده او را خورده، و اون حیوانی که بر نماد شرک او ذبح میشه، اینها را خدا ذکر کرده حرام هستند و بعد فرمود که غیر از اینها برای شما حلالند. محللات را هم ذکر می کند. الان می فرماید دین شما را کامل کردم. تکمیل دین با چی هست؟ با حلت و حرمت. یعنی یک مسلمان بدوند چی برای من حلاله، چی برای من حرامه، چی بکنم چی نکنم. این است که دین تکمیل میشه. یعنی همه شریعت را خدا برای شما گفت، همه شریعت را توضیح داد. پس تکمیل دین مربوط است به حلال و حرام، نه خلافت سیدنا علی کرم الله وجهه. اینجا درباره خلافت حضرت علی اصلا بحثی نیست، اصلا اشاره‌ای نیست. و این آیه کی نازل شد؟ ببینید این آیه زمانی نازل شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مسائل را بیان کرد. و روی عن ابن جریج و مجاهد و ابن زید و کان کما رواه الشیخان عن عمر، هم بخاری و مسلم از عمر رضی الله تعالی عنه روایت کردند. همه گفتند عصر یوم الجمعه عرفات حجة الوداع، در روز جمعه، در روز جمعه که روز عرفات هم بود و حجة الوداع بود، در همون عصر که این آیه نازل شد، پیغمبر همه آنچه که حلال بود هم بیان کرد، حرام بود هم بیان کرد. اینجا بحثی از سیدنا علی نشد. جریان سیدنا علی چند روز بعد شد، بعد از اینکه حجة الوداع تمام شد. این روز عرفات هست. بعد از روز عرفات روز 10 ذی‌حجه روز حج است. بعد از روز ذوالحجه 11 و 12 رمی جمرات است. رسول الله اینجا بود. بعد از اون، بعد از 13 به بعد، رسول الله 13 هم اونجا بود، 12 هم در منا بود، 13 به بعد رفت به طرف مکه مکرمه، مدینه منوره. خب صحابه‌ای که اینجا به حج آمده بودند، مال مکه بودند، اطراف مکه بودند، همه رفتن خونه هایشون. رسول الله با اهل مدینه و اهل یمن که راهشون یکی بود رفتن به طرف مدینه. غدیر خم که رسیدن، غدیر خم نام یک سراحی هست که یک راهش میره به مدینه، یک راهش میره به طرف یمن، یک راهش میاد به مکه مکرمه. اینجا اهل یمن میخواستن جدا بشند. قبل از همین حجة الوداع
رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی را فرستاده بود که اموال صدقات را در یمن جمع آوری بکنند. علی جمع کرده بود و بین مردم تقسیم کرده بود. اون زمان عمال می رفتند از اغنیا می گرفتند به فقرا می دادند و چیزی برای بیت المال نگه می داشتند. لذا حضرت علی رفته بود مالهای زکات را گرفته بود به عنوان سفیر و نماینده رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما اهل یمن بعضی انسانهای مغرض بودند، گزارشات نادرستی به حضرت صلی الله علیه و سلم درباره علی دادند. وقتی که رسول الله بررسی کرد دید این گزارشات نادرسته، این گزارشات غلطه. لذا اونجا که میخواست از مردم یمن جدا بشه به مردم یمن فهماند که علی مولای من است، یعنی علی پسرموی من است. مولا شما خواندیم به معنی پسرمو، مولا به معنی دوست، مولا به معنی جانشین نیامده. علی دوست من است، علی آقای من است و علی پسرموی من است. هر کسی که میخواد که من دوست او باشم باید با علی دوست باشم. مبادا درباره علی چنین اتهامات نادرستی شما بگویید شما اهل یمن داری میگید. در واقع رسول الله گوش زد که به اونها بعد از اونها رفتن به طرف یمن، رسول الله رفت به طرف یمن یا مدینه. کل جریان این بوده، جریان بحث خلافت نبوده. اگر واقعا بحث خلافت بوده پیغمبر میخواست خلافت علی را اعلام بکنه، چرا در عرفات اعلام نکرد که همه صحابه جمع بودند؟ چرا در حرم مکی در مسجد الحرام اعلام نکرد؟ در جایی که حج تمام شده بعضی رفتن به طرف جده، بعضی رفتن به طرف طائف، اهل مکه به طرف مکه و اطراف مکه، یک گروه اندکی موندن اونجا برای اونها اعلام میکنه و این درست نیست. پس منظور از تکمیل دین چی هست؟ حلال و حرام است، شریعت است، دستورات خداست. الله می فرماید که اینها را من برای شما تکمیل کردم. خب شما سیاق و سباق آیه را نگاه بکنید، ما قبل و ما بعد آیه را نگاه بکنید، متوجه میشید که بحث خلافت و امامت اینجا نیست. الله می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من کامل کردم برای شما دین شما را، و اتممت علیکم نعمتی، و من تمام کردم بر شما نعمت خودم را، و رضیت لکم الاسلام دینا، و من پسندیدم برای شما اسلام را از نظر دین. فمن اضطر فی مخمصت، الله می فرماید هر انسانی که مجبور بشه فی مخمصت، در مخمصه، در گرسنگی شدید، غیر متجانف لاثم، غیر از اینکه به سوی گناه تمایل داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر انسان مضطر باشه، مجبور باشه، از این گوشتایی که حرام است هم میتونه بخوره، اون حیوانی که مرده هم میتونه بخوره، حتی گوشت حرام گوشت را هم، خنزیر را هم میتونه بخوره، وقتی که چی باشه؟ مجبور بشه. مجبوری به چه حدی؟ نه اینکه مثل ما که بگیم که گوشت گیر نمیاد، این اضطرار نیست. اضطرار اینه که انسان از گرسنگی داره جان میده، داره تلف میشه. وقتی که انسان از گرسنگی تلف بشه، اون وقت خب برای این انسان جایزه که به قدر چی بخوره؟ به قدر نیاز. غیر متجانف لاثم، ای غیر مائل لاسم، یعنی به منظور لذت نخورد، به منظور تفکه نخورد، بلکه مجبوری بخورد. الله می فرماید فإن الله غفور رحیم، بدون شک الله غفور است، بخشاینده و مهربان است. یسألونک ماذا احل لهم، ای پیامبر از شما سوال می کنند چه چیزی برای آنها حلال است. قل احل لکم الطیبات، اعلام بفرما برای شما مالهای پاکیزه حلال است. طیبات کدوم را میگند؟ طیب اون را میگن که طبع سلیم از او تنفر نکند. طبع سلیم هر انسانی از او تنفر، این مال پاک است. ببینید این سوال کجا هست؟
چه کسی هست سوال کننده؟ بعضی گفتن مطلق است. صحابه سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما چی حلال است از نظر خوردنی، چه نکاحی برای ما جایز است، چه زنها را ما میتونیم عقد کنیم و همه چیز. اما بعضی میگویند که نه، این سوال حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، فرزند حاتم طایی. حاتم طایی شنیدید؟ کسی که سخاوت داشت، معروف است، در زمان جاهلیت بود، قبل از بعثت رسول الله وفات کرد. حاتم طایی که روزی صدها شتر میکشت و به مردم نان میداد، معروف بود. فرزند این حاتم، اینا اصل مسیحی بودند. حضرت عدی مسلمان شد. بعد از اینکه مسلمان شد، عدی ابن حاتم این شکارچی بود، شکار میکرد، همیشه میرفت شکار و حیوانات را، صید را شکار میکرد. شکار به وسیله چی میکردند؟ خب شکار مشخصه، یا به وسیله باز شکاری، پرنده شکاری، یا به وسیله سگ شکاری، سگ مخصوص شکار، یا به وسیله تیر. لذا الان میگفت یا رسول الله، ما وقتی که این سگ شکاری را دنبال شکار میفرستیم، اونجا میریم میبینیم اون را شکمش را پاره کرده و اون مرده، آهو مرده، صید مرده، آیا ما میتونیم اون گوشت را بخوریم یا نه؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ایشون جواب ندادند که این آیه نازل شد. این آیه را الله عزوجل درباره صید و شکار نازل کردند. خب صید و شکار هم است، بقیه چیز هستند. ببینید وقتی که شما حیوان را، چه پرنده شکاری را، باز شکاری را یا شاهین را یا چه سگ شکاری را میفرستید، چند شرط است. با وجود این شرط ها اون وقت حیوان برای شما حلال میشه، اون صید حلال میشه. توجه بکنید به آیه، یسألونک ماذا احل لهم، از شما سوال میکنند ای پیامبر، ماذا احل لهم، چه چیزی برای آنها حلال است؟ قل احل لكم الطیبات، ای پیامبر اعلان بفرما برای شما طیبات حلال است، مال پاکیزه حلال است. و ما علمتم من الجوارح، و صید ما علمتم، شکار اون حیوانی که شما او را تعلیم دادید. اولی شرط اینه که این شکاری شما تعلیم یافته باشد. تعلیم یافته علامتش چیه؟ ببینی خودش وقتی که خرگوش را میبیند، آهو را میبیند، خودش دنبال نمی کند. شما وقتی اشاره بکنی که بگیر، اون دنبال بره. این اولینش هست شرط. دومی این هست که وقتی که او را میفرستی، اون دنبال شکار میره، میگه برگرد، صداش میزنی، اون دیگه نره، برگرده. این هم علامت دوم تعلیم است. علامت سوم تعلیم اینه که وقتی که رفت اون حیوان را گرفت، او را نخورد، برای شما بگذارد. اگر خورد پس این تعلیم یافته نیست. این سه شرط هستند. نگاه کنید، و ما علمتم من الجوارح، شرط چهارم اینه که او را زخم کند، او را پاره کند، او را خونالود کند. بعضی حیوانات هستند میرن چیکار میکنند؟ حلقش را میگیرن، خفش میکنن. خفه کردن حلالش نمیکند. ها اگر او را پاره کرد، پایش را، پشتش را، شکمش را، تا اینکه خونش ریخت، اون وقت اینجا درست است. الله میفرماید و ما علمتم من الجوارح، آن که شما تعلیم دادید آنها را، من الجوارح، جوارح جمع جارحه است، یعنی زخم کننده، زخم بکنند. بعضی گفتن جوارح، جارحه به معنی کاسب هم است، که برای شما کسب کند. مکلبین،
الله میفرماید در حالی که شما بفرستید. شرط دوم اینه که شما بفرستید، از خود نره دنبال شکار. شرط سوم تعلمونهن، شما آن را تعلیم بدهید، مما علمکم الله، آنچه که الله شما را تعلیم داده. یعنی خدا گفته، خدا به شما آموزش داده چی چیزها یاد بدید، اون را بهش یاد بدید. فکلوا مما امسکنا، شرط سوم اینه که نگه دارد برای شما، گوشت را نخورد خودش، بخورید شما از آنچه که امسکنا علیکم، بر شما نگه داشته گوشت را. شرط چهارمش شکار چیه؟ نام خدا را وقتی که میگیری میفرستی به طرف شکار بگو برو بسم الله الله اکبر. هم شاهین را میفرستی، هم سگ شکاری را میفرستی، یا اینکه اگر تیر میزنی با تیر هم بگو بسم الله الله اکبر، که همین فرستادن، همین تیر زدن شما قائم مقام چی هست؟ ذبح هست. الله میفرماید واتقوا الله، اما مهم از همه اینه که انسان از خدا بترسه. بعضی وقت انسان از خدا نمیترسه، اینجا هم تقوا لازمه. چطور؟ میبینه که به هر حال رفته حیوان را کشته، شکار را کشته، ولی اونجا که میره میبینه که شرایط حلال بودن نیست. الان اگر با تقوای باشه دیگه نمیخوره، اما بی تقوا باشه میگه این همه زحمت کشیدم برو دیگه اینو میخورم. لذا این تقوا خیلی مهم است. من یک نکته دیگه درباره تفنگ ها عرض بکنم. خیلی از مردم ما با این تفنگ های بارودی امروز ذبح میکنن، امروز شکار میکنن. ببینید علماء ما نوشتن، بیشتر علماء بلاد پاکستان و هندوستان نوشتن که تفنگ های امروزی با تفنگ های دیروزی و با تیرکمان های دیروزی فرق میکرد. اونی که دیروز میزدید حیوان را میزدیم و تیر بهش میخورد، همون حدت تیر و تیزی تیر که اون مثل کارد هست و چاقو هست، اون حیوان را میدرید، پاره میکرد، اون قائم مقام ذبح بود، اون حلال است. اما تیرهای امروز اینها بارودند. اون چیزی که حیوان را میکشد یا انفجار هست که در درون بدنش انفجاری ایجاد میشه. تیر ببینی به اندازه سر انگشت است ولی اندازه کف دست اون سوراخ میشه، یک انفجاری در درونش اتفاق افتاده که اون آتش هست، پس او را آتش کشته، او را حدت و تیزی نکشته، لذا این حلال نیست. یا اینکه وقتی که میزند اون ضربه محکم هست که موقوزه میشه. شما الان خواندید موقوزه درست نیست، یعنی ضربه او را میکشد، تیزی نیست، لذا این خورده نشه. این علماء احتیاطاً این فتوا را دادن. اما علماء بلاد عرب نوشتن بندوق های امروز که تفنگ های یا تمانچه های امروز که بارودی هستند و شکار را به وسیله اونها میزنند، اینا حلال هستند. برخی از علما فتوا دادن، برخی فتوا ندادن. اما همه این صورت ها، چه مال شکاری باشه چه مال باز باشه، در صورتی است که شما اونجا رفتید دیدی حیوان از قبل مرده، اما رفتید اونجا رسیدید دیدی هنوز زنده هست، دیگه حلال نمیشه برای شما تا زمانی که ذبحش نکنی. وقتی که زندگی ذبحش بکنی، شما دیدی زنده هست ذبحش نکردی بعد مرد، خب این حرام میشه، این برای شما حلال نمیشه. لذا الله می فرماید واتقوا الله ان الله سریع الحساب، بدون شک الله زود حساب گیرنده هست. اليوم احل لكم الطیبات، امروز حلال قرار داده شده برای شما مالهای پاکیزه، مالی که پاک است شما بخورید. و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم، و طعام یعنی ذبیحه. منظور از طعام چی هست؟ ذبیحه، اونی که میکشد.
طعام کسانی که کتاب داده شدن یعنی یهود و نصارا. یهود و نصارا حیوانی که میکشند حل لکم برای شما حلال است و طعامکم حل لهم و طعام شما هم برای اونها حلال است. ببینید طعام عرض کردم ذبیحه، و الا اگر یهود و نصارا به ما سیب زمینی بدن، پیاز بدن، نمیدونم سبزیجات بدن، حبوبات، گندم و برنج بدن، اینه که یهود و نصارا نه، کمونیست و دهری و غیر مسلمان هر چی بده اینا حلال هستن. اما ذبیحه فقط مال اهل کتاب درسته، اونم که اهل کتاب بر اون بسم عزیر و بسم مسیح نکشد، به نام خدا بکشد، اون وقت ذبیحهش حلال است. و ذبیحه شما هم گفته برای اونها حلال است. اینجا چیزی که جای سوال است اینه که مگر اونها از قرآن حرف شنوی دارند که بگن ببینند که مال مسلمانان برای ما حلال است چون گفته مال شما برای اونها حلال است؟ اونا که به قرآن توجه ندارند. بعضی گفتن معنیش اینه که یعنی شما میتونید به اونها بدید، چون بعضی وقت ما فکر میکنیم این کافر است اگر به این چیزی بدیم درست نیست. نه، ذبیحه شما برای اونها حلال است یعنی شما میتونید، شما اجازه دارید. همین دیروز کسی پرسید که کسی روزه نبوده، خب داد و فریاد کرده به من نانی بده، من میتونم بهش نانی بدم؟ درسته، بله میتونی بهش نانی بدی. روزه که نمیگیره اون معامله او با خدا هست، اون جواب خدا را بده. ولی در روزه نگرفتن شما گناهکار نیستی چون از قبل روزه نگرفته، نان را بهش بده. خب الان شما شاید این سوال بکنید آیا ما میتونیم گوشتی که داریم، حیوانی که میکشیم، گوشتش را به یهودی و نصارا بدیم؟ بله میتونید، به هر کسی شما بدید میتونید. پس طعامکم حل لهم به این معنا هست. اما بعضی از بزرگان ما من جمله شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله همین عقیده را دارد که این طعامکم درباره ذبیحه نیست، بلکه درباره بعضی از چیزها که بر یهود و نصارا حرام قرار گرفته بودن، بالخصوص بر یهودی ها. وعلى الذين حادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، هر حیوانی که ناخن داشت، هر مرغی ببخشید پرنده‌ای که ناخن داشت حرام بود برایش. و حرمنا علیهم شحومهما، برای اونها حرام قرار داده بودیم ما چربیها و پی حیوان را. الان خدا می فرماید که الان که دین اسلام آمده طعامکم حل لهم، یعنی هر چی برای شما حلال است برای اونها هم حلال است. الان دیگه اونها بر دین خودشون نباید عمل بکنن، به این معنا هست. والمحصنات من المؤمنات، و همچنین زنان پاک دامن از مؤمنات برای شما حلالند که نکاحشان بکنید. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، و همچنین زنهای پاک دامنی از اهل کتاب که من قبلکم، قبل از شما کتاب داده شدند، یعنی زنهای یهود و نصارا را میتونید عقد کنید، زنهایشون را عقد کنید. عقد زن برای شما حلال است، اما به چه شرطی؟ اذا آتیتموهن اجورهن، زمانی که به آنها بدهید مهرشان را، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، در حالی که شما هدفتون پاک دامنی باشد، تشکیل خانواده باشد، عفت و پاکی باشد، غیر مصافحین، نه اینکه شهوت رانی. عرض کردیم قبلا که ما معتقدیم متعه و نکاح موقت درست نیست، به خاطر اینکه اونجا انسان هدفش چی هست؟ اونجا هدفش شهوت رانی هست، فقط ارضاء شهوت است. اینجا الله تعالی می فرماید غیر مصافحین، در حالی که شهوت رانی هدف نباشد. ولا متخذی اخدان، و همچنین دوستی مخفیانه هم هدف نباشد. بعضی ها ارتباط مخفی دارند، این را الله می فرماید هم هدف نباشد. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، خب هر کسی که کفر کند به ایمان. ببینید اینجا وقتی که خدا میگه ذبیحه یهودی را بخور، گوسفندی که او میکشد میتونی بخوری از گوشتش، با
زنان یهودی میتونی که عقد کنی، با زنان مسیحی هکذا. پس این سوال ایجاد میشه، پس حتما دین اونها دین حق است، دین درستی هست. حتی بعضی از زنهای اهل کتاب که در خانه مسلمان ها بودن همین گفتن، ببین قرآن به شما اجازه داده که با ما ازدواج کنید، پس دین ما دین به حقی هست. الله میفرماید نه، و من یکفر بالایمان، هر کسی که به ایمان کفر کند، یعنی ایمان به رسول الله، ایمان به اسلام، ایمان به قرآن، این را قبول نکند، فقد حبط عمله، عملش برباد شد، عملش ضایع شد، و هو فی الاخرة من الخاسرین، و این انسان در آخرت از زیانکاران هست. خب پس اون مسئله نکاح، عقد، ذبیحه، اون فرق میکنه با چی؟ با اینکه انسان دین را بپذیرد. دین اونها دین منسوخی هست، دین قابل قبولی نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، خدمت شما عرض کردم که در میان احکام و مسائل خداوند امور مصلحه هم بیان میفرماید که این امور مصلحه ما را تقویت میکنند از نظر روحی. اون وقت ما به احکام بهتر عمل میکنیم. مثلا نماز یکی از امور مصلحه هست. نماز که بکنید، نماز در وجود شما تقوا ایجاد میکند. نماز شما را از فحشا و منکر باز میدارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از هر کار ناشایست جلوگیری میکند. پس در وسط احکام خداوند دستور نماز میده، این از امور مصلحه است برای تقویت روح و روان انسان. اما چند تا دستور و احکام نماز هم اینجا هستند. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، ای مؤمنان وقتی که برخاستید به سوی نماز، وقتی که میخواستید نماز بخوانید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، الله میفرماید بشویید چهره هایتون را، دست هایتون را تا آرنج، وامسحوا برؤوسکم، و مسکنید بخشی از سر را، با آمده نه، سر را مسح کنید، و ارجلکم علی الكعبین الى الكعبین، و پاها را بشویید تا شتالنگ. ببین ارجلکم آمده، به فتح آمده. کسانی که عربی بلدن میدونند که ارجلکم وقتی که فتح مفتوح میخوانیم این عطف است بر وجوهکم. وقتی که عطف بر وجوهکم باشد حکم وجوهکم میگیرد، معنی میشه فغسلوا وجوهکم و ارجلکم، هم چهرهایتان را بشویید و هم پاهایتان را بشویید. بله، و ارجلکم الی الکعبین. اگر قرائت جر آمده و ارجلکم، اون قرائت جر جوار است، به خاطر همسایگی هست. همسایگی چی؟ رؤوسکم، چون در کنار رؤوس قرار گرفته. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به یک نفر، یک فرد که آمده بود وضو گرفته بود و بعد از اون از کنار رسول الله رفت و کوز پاش، پشت پاش خشک بود، یک مقدار خشک بود، گفت ویل للاعقاب من النار. در روایت دیگه است ویل للعراقیب من النار. عراقیب این رگی را میگن که پشت پا هست، عرقوب همون رگ را میگن. فرمود که این رگ یا اون کوز پا که چی هست؟ خشک هست، پشت پا که خشک هست، فرمود هلاکت برای این که این در روز قیامت در آتش می سوزد، یعنی تمامش را بشویید. لذا شستن پا از احادیث متواتره و از این آیه قرآن مجید ثابت است. و این کنتم جنبا فطهروا، الله می فرماید اگر شما جنوب بودید، حالت جنابت داشتید، خوب پاکی اختیار کنید، یعنی غسل کنید. خوب پاکی تا جایی که آب ممکن هست برسانید در دهان و در بینی، و خوب معنی مبالغه هست. و این کنتم مرضا او علی سفر،
اگر شما مریض بودید یا بر سفر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا یکی از شما از قضای حاجت از دستشویی آمد، او لامستم النساء، یا زنها را دست زدید. دست زدن زنها قبلا خواندیم این آیه را که کنایه از چی هست؟ از مجامعت و همخوابی کردن. اگر یکی از این موارد بود، میخواستید غسل کنید، وضو بگیرید، فلم تجدوا ماء، آب نیافتید، آب را که نیافتید، فتیمموا صعیدا طیبا، الله می فرماید قصد کنید خاک پاک، خاکی که پاک باشد اونجا تیمم بکنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، مس کنید بر چهره هایتان و دست هایتان، فقط دست تا بند و چهره، این اندازه مس کردن لازم هست، بیشتر نه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواهد بر شما حرج واقع بکند. بعضی از صحابه در ابتدا نمیدانستند. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه که ما چی شدیم، عرض کنم که در سفری با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم و من جنوب شدم. جنوب که شدم، بعد از اون من آب نبود که خودم را بشویم، شنیده بودم که تیمم هست، فکر کردم تیمم تمام بدنم را باید به خاک بمالم، لذا رفتم در بیابان تو خاک غلطیدم. بعد از اینکه غلطیدم خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم، آن حضرت فرمود نه، برای جنوب هم همین تیمم وضو کافی است، 2 ضربه بزن، یکی دستهایت را تا بند و یکی چهرهت را مس بکن، همین 2 کافی هست. ببین خدای عزوجل تیمم را قائم مقام هر 2 قرار داده، هم وضو و هم غسل، و بعدا می فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله نمی خواهد، اراده ندارد تا بر شما تنگ بکند، احکام سختی بر شما نازل کند که اون وقت شما نتونید انجام بدید. ولکن یرید لیطهرکم، اما الله میخواد شما را پاک بکند، ولیتم نعمته علیکم، و نعمت خودش را بر شما تکمیل کند، لعلکم تشکرون، شاید بندگان شاکری باشید، شاید شکرگزار باشید. واذکروا نعمت الله علیکم، اینجا الله تعالی ما را دستور میده که به اون عهد و پیمانی که بستیم، اون عهد و پیمان را پایبند باشیم. در اول سوره شما خواندید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به عهدتون پایبند باشید. عهدی که شما با هم دارید، قراردادی که با هم دارید، عهدی که با خدا دارید، بالخصوص عهد با خدا. ما وقتی که لا اله الا الله خواندیم، عهد کردیم که خدایا تمام دستورات تو را انجام میدیم و از تمام منهیات باز میاییم. الان به اون پایبند باشیم. قبل از اون خداوند نعمتهای خودش را یادآوری میکند. ای انسان، ای بنده، ببین خدا بر تو چقدر احسان کرده، چقدر نعمت بر تو داده. این نعمت می طلبد که تو بر عهد پایبند باشی. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های خدا را که بر شما هستند. و میثاقه الذی واثقکم به، و همچنین پیمان خدا را، الذی واثقکم به، همان پیمانی که بسته با شما بر آن، یا شما بستید با خدا بر آن، شما با خدا پیمانی بستید. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، زمانی که شما گفتید بار اله ما شنیدیم، ما گوش میکنیم دستور تو را، و اطعنا و اطاعت میکنیم. واتقوا الله، الله میفرماید از خدا بترس، بر پیمان پایبند باش. ان الله علیم بذات الصدور، این در واقع ترغیب به اخلاص است. الله از ته دل تو خبر دارد، از راز سینه تو خبر دارد، لذا هر کاری میکنی برای خدا انجام بده. یا ایها الذین آمنوا
کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اون باب حقوق الله بود، اینم حقوق الله است و حقوق العباد است. الله می فرماید که شما به خاطر خدا انصاف داشته باشید، هم در حق خدا و هم در حق بندگان خدا، هم در حق خدا و هم در حق بندگان خدا. انصاف در حق خدا اینه که خدا را نافرمانی نکنیم، معصیت نکنیم، مو به مو دستوراتش را اجرا کنیم. و انصاف در حق بندگان خدا اینه که نسبت به اونها عدالت را روا بداریم. اگر حقی بر ما دارند حقشون را تلف نکنیم، ضایع نکنیم، بر اونها ظلم و ستم نکنیم. اگر نیازی به شهادت است، شهادت به نفعش بدیم، شهادت اگر به ضررش داریم، شهادت به ضررش بدیم. گاهی انسان این کار رو میکند، بالخصوص برای فامیل شهادت میده، به نفع فامیل شهادت میده، بر علیه کسی دیگه شهادت میده چون با او دشمنی دارد. این شهادت کذب هم هست. الله می فرماید این کارها را نکن. این یکی را به صورت خاص ذکر می کند. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، ای مؤمنان شما باشید قائم کنندگان حقوق الله، لله فقط برای الله، شهداء بالقسط شما گواهان انصاف باشید، با انصاف باشید. ولا یجرمنکم شنآن، بر نینگیزد شما را، تحریک نکند شما را، شنآن قوم، بغض قومی، علی الا تعدلوا، بر اینکه شما عدالت نکنید. چون که با اون من دشمنی دارم عدالت نکنم. مثلا در دست قاضی یک مجرمی هست، خب قاضی باش دشمنی دارد، دشمنی قومی دارد، دشمنی دینی دارد، هر نوع دشمنی دارد. این دشمنی باعث نشه که بی عدالتی بکند، اون جرمش کمه، جرم سنگینی برایش تعیین بکند، اعدام برایش صادر بکند. چرا؟ چون که از فلان فامیله، از فلان قوم، از فلان مذهب. الله می فرماید دشمنی شما را باعث نشود که عدالت را زیر پا بگذارید. ولا یجرمنکم شنآن قوم، بغض قوم شما را برانگیخته نکند، تحریک نکند، علی الا تعدلوا، بر اینکه شما عدالت نکنید در معاملات. اعدلوا، شما عدالت کنید، عادل باشید. هو اقرب للتقوى، این عدالت به تقوا نزدیکتر است، این عدالت نشان تقواست. اما بعدا می فرماید واتقوا الله، این نسخه عدل است. اگر میخوای عادل باشی تقوا را پیشه کن. تقوا و خدا ترسی انسان را عادل می کند. انسان بر هیچ کسی ستم نمی کند، ظلم نمی کند، چون از خدا می ترسد. خب تقوا از کجا به دست بیاریم؟ ان الله خبیر بما تعملون، الله خبر دارد آنچه که شما عمل می کنید. یعنی وقتی که من عقیده داشته باشم خدا از عمل کرد من خبر دارد، این عقیده من تقوا به وجود می آورد. لذا هر کسی باید بداند که من در قعر خانه تنها هر چی می کنم خدا خبر دارد، در مغازه هم هستم هر چی می کنم خبر دارد، در باغم بیل می زنم تنها هم هر فکری دارم خدا فکر منو می خوند، خبر دارد. وقتی که انسان خودش را در محاصره الله بداند از نظر علمی، اون وقت انسان چی؟ می ترسد از خدا. تقوا خود به خود حاصل میشه، با صفات خدا تقوا به دست می آید. ان الله خبیر بما تعملون. خب این همه ارشادات را خدا بیان فرمود، لذا انسان یا قبول می کند یا قبول نمی کند. اونی که قبول می کند برایش بشارت و مژده هست، اونی که کفر و انکار می کند برایش جهنم و وعید است. الله می فرماید وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعده فرموده الله با آنانی که آمنو، ایمان دارند، عقیده درست دارند، باور دارند،
کلام خدا را، سخن خدا را، و عمل الصالحات، و بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام میدن. الله با اینها وعده کرده. چه وعده ای؟ لهم مغفرت و اجر عظیم. الله می فرماید برای این انسان ها مغفرت است و برای این انسان ها اجر عظیم است، پاداشی بس بزرگ است. این کسی که تسلیمه. اما کسی که تسلیم نشد، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کسانی که کفر کردند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب الجحیم. الله می فرماید اینها مال جهنم هستند، اینها به جهنم می روند، کسانی که تکذیب بکنند. پس این بشارت و تخویف هست. اما الله تعالی دوباره نعمتهای خودش را یاد می کند. قبلا ما خواندیم واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را یاد کن و به پیمان خدایی عمل کن. مجدد ذکر نعمت است، چون که خداوند عزوجل دستورات دیگر و اشاره به پیمانهای دیگر می کند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنان نعمت خدا را یاد کنید. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، قومی میخواست که دست به طرف شما بلند کند، خدا شما را حفظ کرد. ببینید گرچه این جریان خاصی هست، ولی معنای آیه عام هست. این جریان برمیگردد به اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با صحابه در سفری بودند در مقام عصفان. عصفان یک وادی بود، اونجا نماز خواندند، نماز ظهر را خواندند. بعد از اینکه نماز ظهر را خواندند میخواستند که بروند، نماز تمام شد، مشرکین افسوس خوردند، گفتند عجب فرصتی بود، اینا مشغول نماز بودند، ما بی خود به اینها حمله نکردیم، در همون زمان از بین نمی بردیم. لذا گفتم ببینیم نماز عصر که خوندن حمله میکنیم. خدای عزوجل نماز خوف را نازل کرد که شما هر وقت نماز میخونید و دشمن دارید، یک گروه پشت رسول الله نماز بخونه، یک گروه در مقابل دشمن بیستد. خب و به صورت عوضی نماز بخوانند، نوبتی نماز بخوانند. خب علی ای حال الان الله تعالی منت میگذارد، این نعمت خداست که شما را دشمن میخواست از بین ببره، نابود کنه، خدا شما را نگه داشت. این میطلبد که شما از خدا بترسید. همه اقوام، همه کسانی که امروز در دنیا عزت دارند، همه اینها دشمن داشتند. یه روز دشمن میخواست از بین ببرد، دشمن میخواست هجوم بیاورد، دشمن میخواست نابود بکند، نام و نشانی و اثری ازشون نباشد، از مرکز دینیشون نباشد. ولی الله لطف کرد، الله عزوجل ترقی داد، الله پیشرفت داد، الله به پیش برد. خب این نعمت الان شکرانش چیه؟ تقواست، از خدا بترسیم، دستورات خدا را من و عن انجام بدیم. لذا این خطاب مال ما هم هست، به ما هم هست. ما را هم خداوند از امتحانات و آزمایشات بسیار سختی سربلند کرده، قوم ما را نجات داده، عزتمند کرده. روز به روز جایگاه ما، عزتمون بیشتر میشه. لذا این نعمت خدا را گویا این آیه داره ما را میگه. الله میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت خدا را. اذ هم قوم، زمانی که قصد کرد یک قومی از مشرکین، ان یبسطوا الیکم ایدیهم، اینکه دستهایشون را به سوی شما دراز کنند، دست بلند کنند، یعنی شما را از بین ببرند، خواستند که شما را تمام بکنند. فکف ایدیهم عنکم، باز داشت الله دستهای اونها را از شما، یعنی الله در دلشون رعب انداخت، الله در وجودشون وحشت انداخت، اونها موفق نشدند. کی شما را نجات داد؟ رب شما را نجات داد. لذا وظیفه شما چیه؟ واتقوا الله، فقط و فقط از الله بترسید و درباره آینده هم از دشمن نترسید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنن مؤمنان.
توکل بسیار نیروی قوی هست. انسان بزدل که توکل ندارد انسان بزدل میشه، به جایی نمیرسد. اما اونی که خدا را پشت سر خودش دارد و احساس میکند رب پشتیبان من است. چه زمانی انسان این پشتیبانی را احساس میکند؟ زمانی که با رب باشد، زمانی که با خدا باشد، با تقوا باشد. ببین اینجا توکل را آورده اما بعد از تقوا آورده، یعنی تو خدا ترس باش، بعد از اون از هیچ چی نترس، فقط دستورات خدا را زیر پا نکن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. الان خداوند نمونه از بنی اسرائیل بیان میکنه. این نمونه تا دور میره. این نمونه میثاق و پیمان هست. ببینی خداوند عزوجل به ما گفت شما به پیمان خودتون عمل کنید، در اول سوره گفت، اینجا هم گفت واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم. نمونه از پیمان بنی اسرائیل ذکر میکنه که اونها با خدا پیمان بستند اما پیمان شکن شدند، پیمان را شکستند. خدا به چه عذابی گرفتار کرد اینجا اشاره کرده. در سوره بقره شما به تفصیل خواندید. الله می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، همانا الله پیمان گرفت از بنی اسرائیل. پیمان گرفت بر چی؟ ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، خدا را عبادت کنند، احدی را با خدا شریک نگیرند. این دو. سوم و ان یعملوا بما فی التورات، هر چی که در تورات است عمل بکنند، من الاحکام و التکالیف، هر حکم و تکلیف شرعی که بر اونها است عمل بکنند. اما اونها عمل نکردند. ببینیم ما مثل اونها نباشیم که ما هم به احکام قرآن یه وقتی عمل نکنیم همین میشه. لذا الله می فرماید و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما فرستادیم از اونها 12 تا سردار. نقیب کبیر القوم، بزرگ قوم. 12 تیره بودند، 12 سردار خدا برایشون و امیر تعیین کرد. خدا هم به اونها قول کرد، گفت من با شما، یعنی هر جا کمکتون میکنم، ولی چند چیز از شما میخوام، به این چند چیز پایبند باشید. اونا چی هستند؟ وقال الله انی معکم، الله فرمود من با شما هستم، به شرط اینکه لئن اقمتم الصلاة، اگر شما نماز را برپا داشتید، و آتیتم الزکات، و زکات دادید، و آمنتم برسولی، و به پیامبرانم ایمان داشتید، و عزرتموهم، و پیامبران من را احترام کردید، یاری کردید، و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خداوند قرض حسنه دادید، وام دادید. ببین زکات جدا هست، قرض حسنه جدا هست. معلوم میشه که زکات یک فریضه دیگه هست، این که انسان همیشه صدقه بده این اجرش جداست. الله می فرماید اگر این دستورات را شما انجام دادید، ببین تو اینها هم عبادت مالی بود، هم عبادت جانی بود، هم نماز بود، هم زکات بود و هم ایمان. الله می فرماید لأکفرن عنهم سیئاتهم، الله این وعده را کرد که اگر به این پیمان پایبند باشند کفاره می کنم از شما، عنکم سیئاتکم، گناهان شما را، یعنی گناهان شما را می بخشم. ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، الله می فرماید حتما شما را داخل می کنم در جنات و در باغاتی که جاری است از زیر درختانش نهرها. فمن کفر بعد ذلك منکم، این نتیجه نقض عهد. هر کسی از شما پیمان شکست، فقد ضل سواء السبیل، از راه راست گمراه میشه. ببین پس گاهی گمراهی هایی که در میان ما هست به خاطر عهد شکنی خود ما هست. فبما نقضهم میثاقهم، ببین خدا نجات بده، انسان اگر پیمان بشکند چه اثرات بدی در وجود انسان و در زندگی انسان میافتد. مثلا این که شما میبینید بعضی انسان ها بیرحمند،
انسان میکشند. کشتن انسان برای اونها مثل کشتن مرغه، راحته. این دلیلش چیه؟ دلیلش قساوت قلبه، دلش سنگ شده، دلش زنگار گرفته. خب اون دلیلش چیه؟ اون دلیلش پیمان شکنی هست، گناه هست، معصیت هست. انسان گناهی کوچک میکند، جنایتی کوچک میکند، کم کم آخر جرأت پیدا میکنه به جنایت های بزرگتر. لذا الله میفرم همه این جنایت هایی که انجام میگیره، جنایتکاران را شما زندگیشون را اگر مطالعه بکنی، اول کارهای کوچک انجام میدن، جرأت کردن بزرگتر، آخر چاقو کشی، بالاتر آخر قتل انسان، تا برو همه جنایت ها. الله میفرماید فبما نقضهم میثاقهم، بسبب نقضشان میثاقشان را، لعناهم، ما اونها را لعنت کردیم. این اولین نتیجه نقض، یعنی از رحمت خود دور کردیم. دوم وجعلنا قلوبهم قاسیه، و ما دلهاشان را سخت کردیم. نتیجه دو قساوت قلبی، دیگه از خدا نمی ترسیدند، از عذاب هم نمی ترسیدند. سوم یحرفون الکلمه عن مواضعه، کتاب خدا را دستکاری کردند، تحریف کردند، کلمات را تحریف کردند از مواضعشان. و نسوا حظا مما ذکروا به، الله می فرماید که بخشی از آنچه که تذکر داده شدن فراموش کردند، یعنی تعلیمات خدا را نادیده گرفتند. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، الله به پیغمبرش می فرماید که همواره شما مطلع میشه بر خیانتی از اینها. یعنی یهود همیشه خیانت میکند، خیانتکار است. الا قلیلا منهم، مگر اندک عبدالله ابن سلام، علماء صالحی که توبه کردند. لذا الله می فرماید فاعف عنهم واصفح، معاف کن آنها را و درگذر باش. ان الله يحب المحسنین، این تعلیلیه هست. الله محسنین و نیکوکاران را دوست دارد. خب این نمونه اول که یهود وقتی که نقض عهد کردند، اون وقت دلشون سنگ شد، هر جنایتی کردن بعد از اون. نمونه دوم از نقض عهد و پیمان شکنی مسیحیان، و من الذین قالوا انا نصارا، از کسانی که گفتند ما مسیحی هستیم، اخذنا میثاقهم، ما پیمان اونها را گرفتیم. الله می فرماید فنسوا حظا مما ذکروا به، بخشی را از آنچه که تذکر داده بودم فراموش کردند. فراموشی اونها چی بود؟ خدای عزوجل بر عیسی توحید را نازل کرد، اما اینها خود عیسی را خدا قرار دادند. چقدر در توحید اینا ظلم کردند. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء، ببین نتیجه چی شد. الله می فرماید ما واقع کردیم، ما انداختیم بینشان عداوت و بغض را تا روز قیامت، یعنی چند دستگی. ببین عزیزان، هرگاه که بین گروهی چند دستگی پیدا میشه، اختلاف میشه، 2 دسته میشن، 3 دسته میشن، 10 دسته میشن، 70 دسته میشن، این به سبب گناه است. اینجا قرآن میفرماید چون مسیحیان گناه کردن، ما چند گروه کردیم. الان یک گروه میگه که ما معتقدیم عیسی فقط ابن الله هست، یک گروه میگه نه عیسی سومین خدا هست، یکی میگه نه عیسی خود خدا هست. هر یکی درباره الوهیت اختلاف دارن. الله میفرماید فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، ما انداختیم بین آنها عداوت و بغض را در تا روز قیامت. و سوف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون، ان قریب الله خبر میدهد آنها را آنچه که کردند، عمل کردشون. یا اهل الكتاب، بعد از این که خداوند پیمان شکنیشون را بیان فرمود، الان ترغیبشون میده به سوی قرآن، به سوی محمد، به سوی ایمان. الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا
یبین لکم کثیرا، همانا پیش شما رسول ما آمد، پیامبر ما آمد، بیان می کند برای شما کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بسیاری از اون مواردی که شما مخفی می کردید از کتاب، و یعفو عن کثیر، بسیاری دیگری را معاف می کند. ببینید مسیحیان و یهودیان خیلی از آیات را کتمان می کردند. خب پیغمبر بعضی را برملا می کند، بعضی را برملا نمی کند، چون نیازی نیست. یعفو عن کثیر معناش اینه، اذا قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، همانا پیش شما آمده نوری از طرف الله، یعنی قرآن. نور است من حیث الهدایه، چون راهنمایی می کند، و کتاب روشنی هست، یهدی به الله، خدا به وسیله قرآن کی را هدایت می کنه؟ هدایت می کند به وسیله این الله. من اتبع رضوانه سبل السلام، اون انسانی را که پیرو رضای الله است، او را هدایت می کند بر راه راست. سبل السلام راهای سلامتی، راهایی که انسان را از هر خطر و عذاب سالم نگه می دارد. و یخرجهم من الظلمات الى النور، و آنها را بیرون می کند از تاریکی ها به سوی نور، به اذنه یعنی به توفیقی، الله با توفیق خودش. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و هدایت می کند آنها را خدا به صراط مستقیم. خب الله تعالی که می فرماید مسیحیان پیمان شکنی کردن، پیمان شکنیشون چی بود؟ بعضی اینجاست که عیسی که ابن مریم بود و فرستاده خدا بود، اون را فرزند خدا نامیدند، شرک کردند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، بدون شک کفر کردن کسانی که گفتند همانا الله اوست مسیح ابن مریم. الله می فرماید قل فمن یملک من الله شیئا، الله می فرماید که اگر اون خدا هست، من خدا بخواهم او را از بین ببرم، او را هلاک بکنم، مادرش را هلاک بکنم، تمام اهل زمین را هلاک بکنم، و من فی الارض جمیعا، کی میتونه جلوی من را بگیره؟ آیا عیسی قدرت داره؟ مسلمه که نداره. قل فمن یملک من الله شیئا، اعلام بفرماد چه کسی مالک هست از خدا چیزی، یعنی از عذاب خدا چیزی. اگر خدا بخواهد، ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگر خدا بخواهد هلاک کند مسیح ابن مریم را و امه و مادرش را و من فی الارض جمیعا، و همگی که در زمین هستند همه را هلاک بکند، کی میتونه جلوی خدا را بگیرد؟ استفهام انکاری است، یعنی کسی نمیتونه. پس به این نتیجه می رسیم که ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینشان. یخلق ما یشاء، الله از خالق هر چیز، لا عیسی و امه، لانهما مخلوقان. عیسی و مادرش نیستند چون خودشون مخلوقان. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر است. لا عیسی و امه لانهما مقدوران، عیسی و مادرش قادر نیستند چون اونها تحت قدرت الله هستند. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه، یکی از بدبختی های یهود و نصارا این بود که اونها می گفتند ما محبوب خدا، ما فرزندان خدا. فرزند به معنی محبوب است، اونها می دونستند فرزند فلانی هستند، محبوب مقرب. همونطور که خیلی از جهلای این امت هم میگن ما فرزند فلان هستیم، ما آقازاده ایم، پیرزاده ایم، ساداتیم، پیغمبرزاده ایم. نه، اینا درد نمیخوره. الله می فرماید یهود و نصارا گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و محبوبان خدا هستیم. الله می فرماید پس از اونها بپرس قل فلم یعذبکم بذنوبکم، بگو پس چرا خدا شما را عذاب میده به سبب گناهانتان؟ همیشه شما را عذاب میده، یه روزی یک جای عذاب بر شما میاد در میدان تیه، یک روزی جای دیگه عمالقه بر شما مسلط میشه.
چرا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکه شما بشری هستید از اون بشرایی که خدا پیدا کرده. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، الله می بخشد کسی را که بخواهد و عذاب میده کسی را که بخواهد. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، الله می فرماید فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینشان، و الیه المصیر، فقط و فقط به سوی او هست جای رجوع. الان الله تعالی دعوت میده اهل کتاب را به سوی اسلام بعد از اینکه خباثتشون را بیان کرد، بعد از اینکه اشکالاتشون را بیان کرد. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، رسول ما آمده، یبین لکم علی فترة من الرسل، بیان میکند بر فترتی از رسول. فتره میگوید انقطاع وحی، یعنی چندین سال است، 500 سال از عیسی گذشته تا به امروز وحی منقطع شده. الان الله شما را بیان میکند با وجود این همه زمان طولانی انقطاع وحی، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، فردا نگویید که پیش ما هیچ بشیر و نذیری نیامد. ای لئلا تقولوا، تاکه نگویید که بشیر و نذیر نیامد. ببین این پیغمبر بشیر و نذیر است، کسانی که بپذیرند اونها را مژده میده و کسانی که نپذیرند اونها را میترساند از عذاب خدا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، الان آمده پیش شما بشیر و نذیر، پس آگاه باشید. والله علی کل شیء قدیر، الله عز وجل بر هر چیز قادر و توانا هست. صدق الله العظیم.